ببینید کرم اصلا مقصر نیست. من جدا شدن رو خواستم. امکان ازدواج نیست وقتی اون عاشق یکی دیگه است. لطفاً مخالفت نکنید. بذارید خوشحال باشه. شاید اون دختر همون عروسیه که شما میخواید. شاید دختر خوبیه. در حق کسی بی‌انصافی نکنید. رعنا داره چی میگه کرم؟ شما همتون میدونید، پس تعجبی نداره. اینطوری برای هممون بهتره. این کار بچه بازیه؟ یه روز نامزدی، روز بعد به هم زدن؟ میفهمم که ناراحتید، اما ما تصمیممون رو گرفتیم. انتظار دارم که بهش احترام بگذارید. میشه ما رو تنها بذارین؟ لطفاً. سیفتا تا حالا کجا بودی؟ باید خبر میدادی بگی مامان من اینجام. خیلی خستم مامان. سیفتا چی شده؟ وای چقدر یخ کردی دختر. صدا تو شنیدم مامان. مامان گوش کن، اگه میمون مرد رو نزده بود یه نفر دیگه میزد میکشتش و یه جا ولش میکرد. پس دیگه گریه نکن. اون مرد بود که برادرمو این شکلی کرد. واسه تو هم چیزی از اذیت کم نذاشت. خیلی وقت عمرشو کرده. قول میدم همه چی درست میشه. هیچ کس نمیفهمه میمو چی کار کرده. هیچ کس نمیدونه. باشه؟ دخترم نمیدونم من مادرتم یا تو. هر کسی به یه مادر نیاز داره پریهان. خودت هم که مادر بدی نیستی. بیا اینجا. من قبول نمی کنم. این ازدواج حتما انجام میشه. فکر جدایی از سرت بیرون کن. نزهت گفتم آروم باش. نامزد شدن من در حالی که هنوز اونو از دلم بیرون نکرده بودم بزرگترین اشتباه بود. میخوام جبرانش کنم. میدونی اشتباه اصلی چیه؟ اینکه فکر میکنی عاشق دختری هستی که فقط یه روز باهاش بودی و تو ذهنت بزرگش کردی. من تلاش کردم. فکر کردم شاید فراموشش کنم. ولی سرنوشت دوباره منو برگردون همینجا. دیگه نمیخوام در حق رعنا ظلم کنم. لطفاً منو کمی درک کنید. ببینم تو حالا کجا بوده؟ ها؟ کدوم گوری بوده؟ بهت میگم کجا بوده. مثل یه شکارچی قایم شده بود و منتظر موقعیت تا مغزتو درگیر کنه. درست وقت جشن نامزدیت پیدا شد. آدم با شرف چنین کاری نمیکنه. عمه جان تو نمیتونی کسی رو که هیچ شناختی ازش نداری به بی‌شرافتی متهم کنی. نمیدونست تو نامزد داری؟ معلومه که میدونست. واسه همینه که نه تنها بی‌حیاست بلکه یه زن هرزه است. درست صحبت کن عمه. درباره دختری که عاشقشم درست حرف بزن. چه کار میکنی نزهت؟ کرم سب کن. هر دوتون گوش بدین. نمیتونه ازدواجی کنه که ما تاییدش نمی کنیم. تمام شد رفت. چه تایید کنی و چه تایید نکنی؟ من دست از عشق اون دختر بر نمیدارم. هر دوتون خفه بشین. این دختر کیه؟ کجا زندگی میکنه؟ باشه بذار ببینیمش. وقتی نمیتونی فراموشش کنی، نمیتونی از فکر و دلت بیرونش بکنی، پس فردا بریم ببینیمش. پدر چرا نمیفهمی؟ اون دختری نیست که برای دیدنت له له بزنه. قبلا هم که گفتم بدتر از اون اینه که وقتی شما صداش کنین بدو نمیاد به پابوستون. یعنی این پسر عزیزت کرم از نظر اون دختر گنج نایاب نیست. اینو بفهمید. پسر یه احمق نمیفهمه گیره یه دختر محله فقیر نشین افتاده. داره کورکورانه خودشو نابوز میکنه.
هرچی بیشتر بگیم نه، شعله عشقش بالاتر میره. خودت که بهتر میدونی. گذشته رو وسط نکش. بهتر خلاف جریان آب شنا نکنیم. متوجه هستی اگه رو در روی رعنا بایستیم چی از دست میدیم؟ فکرشو بکن. کرم با رعنا ازدواج میکنه و تمام. میتونم بغلت کنم؟ من از حقیقت میترسم. نمیتونیم از حقیقت فرار کنیم. چرا تنهایی اینجا نشستی؟ بالاخره عاشق شدی. چقدر خوبه آدم با عشقش ازدواج بکنه. به نظر تو به عشقت میرسی؟ امیدوارم یه روزی. خب بفرمایید. من باشه بسه. پس باید کارتاتو رو کنی. همه چی رو رک و راست به همه بگی. سفدا اصرار داره چیزی نگه. کاری از دست منم بر نمیاد. نصرت خانوم بهت میگه یا اون یا ما همین. بذار بگه. من کار خودمو میکنم. یعنی میخوای همه چی رو به خطر بندازی؟ باشه، قبوله. ولی کنار گذاشتن اسم سیپاهی اغلو اونقدرم که فکر میکنی آسون نیست کرم. من تو رو میشناسم. پس تو اصلا منو نمیشناسی خلیل. من حاضرم به خاطر سفدا از فامیلم بگذرم. حتی از کل دنیا میگذرم. پس بخیر سواش. بیا کمکم کن. بیا داداش، بیا بجام. خیلی خوب، میتونی بری. مطمئنی؟ آره مطمئنم میتونی بری. حواست باشه. حواسم هست. با احتیاط برو. باشه. تسلیم oldum ürkekliğine. ببینم خوبی؟ آره خوبم. زیادی خوردی؟ آره خوبم، میتونم بیام، پیاده میام. عشق میتونه که مرد هم شاه کنه هم رسوا. ببین الان نقل مجلس شده. کورکورانه عاشق یکی دیگه است. کرم بیا دیگه. بیا حواست جمع کن. حواست جمع کن. میبرمت اتاقت، میخوابونمت قبل از اینکه نزهت خانم بفهمه. باشه؟ بذار بفهمه اوضاعم چطوره. آروم باش. برو نزهت رو بیدار کن. من نمیفهمم تو چه مرگتی که انقدر خوردی. تو اصلا میدونی عشق چیه؟ تا حالا عاشق شدی؟ راستشو بگو، تا حالا عاشق شدی؟ آره شدم. جدی؟ انقدر دوستش داشتم که تا صبح از هیجان نمیتونستم بخوابم. پس تو هم اینطوری؟ تو هم بدبخت شدی؟ نه؟ خیلی خوب. گاهی اینجوری نفست میگیره.
خیلی قشنگه. ببین من عاشق قشنگترین دختر دنیا. هر کی عشقشو تو دنیای خودش قشنگترین میبینه. اون که من دوستش دارم هم از دید من قشنگه. فقط کوتاه نیا. هیچ وقت کوتاه نیا. از عشق دست نکش. آدم که از عزیزترینش دست نمیکشه. آره دست نمیکشه. اگه غیر از اون هیچ کس رو نمیبینی دیگه راه برگشت نداری. رفیق فقط خودت. بیا بریم. میبرمت اتاقت قبل از اینکه یکی صدا تو بشنوه. در حالی که نامزد داشت با اون دختره در ارتباط بود. اماش که فهمید قشقرق به پا کرد. اونم نامزدیشو به هم زد. این دخترها عجب آدمایی هن. آدم نامزد یکی دیگر رو میگیره چیکار کنه؟ خب معلومه به خاطر پول. دیگه حیثیتی نمونده واسه کسی. دخترم تو چرا بیداری؟ با سر صدا بیدار شدی آره؟ رنگت پریده عزیزم. برو بگیر بخواب. مامان چقدر داغی. این کارت قشنگه؟ همش تقصیر اون دختره. پسرم تو بلد نیستی کسی رو دوست داشته باشی. بیرحمی. اگه یه بار تو زندگیت عاشق شده بودی منو میفهمی. عشق درد داره پسرم. عشق آدمو خرد میکنه. برای اینکه قصه نخوری اون دختر رو فراموش میکنی. مجبوری که این کار انجام بدی. من نمیذارم هیچ کس اذیتت کنه. تو پسر منی. ای وای من، عجب روزگاری شده. چرا منو درک نمی کنی؟ یه طوری رفتار میکنی انگار خودت عاشق بودی و عشق تو ازت گرفتن. حالت خوبه؟ من چی کار کردم؟ آبرو ریزی کردی. من خیلی احمقانه رفتار کردم. هیچ کس فکرشو نمی کرد من و مادرت یه روزی کنار هم باشیم. مجبور شدم از همه قایمش کنم. همین که میدونستم نمیشه، غیر ممکنه، بیشتر جذبم میکرد. اون زن فوق‌العاده‌ای بود. یه روزی منم مثل تو به هم ریخته بودم. این اولین باریه که داری میگی مادرمو نخواستن. نتونستم برای مادرت بجنگم.
پدر من مثل تو نیستم. میتونی جلوی نسخت وایستی؟ صبح بخیر. صبح بخیر عزیزم. صبح همگی بخیر. صبح بخیر. باشه، برنامه جدید رو برام میفرستی؟ صبح بخیر. صبح بخیر رنا جان. املتاتون حاضر خانم. میل دارید سرویس رو شروع کنیم؟ سودا جان، صبحانه من جدا آماده میشه. میتونی بری اینو به آشپزخونه بگی؟ چشم رنا خانم. فعلا سودا خدمتکار من میشه. امروز اینجوری توافق کردیم. البته از عذرخواهیش خوشم اومد. خوب کاری کردی عزیزم. تو یه خدمتکار اختصاصی لازم داشتی. سبتا لطفاً پاشو. همین الان پاشو. نیازی به کمکت ندارم، ممنونم. یه دقیقه صبر کن. باید با هم حرف بزنیم. چه کرم؟ بذار به کارش برسه. این کار اون نیست. خواهش میکنم کرم. آقای کرم. خیلی خوب، بس دیگه. من دیگه از این پنهونکاری خوشم نمیاد. خودم هم تعجب میکنم که چرا تا این حد صبور بودم. وقتشه که درباره همه چیز صادقانه حرف بزنیم. خواهش میکنم تو رو خدا. حالا خوبه که همگی بدونید اتفاقاتی که افتاد فقط میشه اسمشو تقدیر گذاشت. زنیو که فکر میکردم از دست دادم، درست وقتی که انتظارشو نداشتم پیداش کردم. نمیخواستم رعنا رو ناراحت کنم و میدونم که باعث ناامیدیتون شدم، اما حقیقتو نمیشه عوض کرد. سودا همون دختریه که توی مونتنگرو دیدمش و باعث شد که عاشقش بشم. آقای کرم تو رو خدا میشه لطفا بلم کنی؟ اما هیچ حرفی نمیزنی؟ ها؟ فقط میخوام همتون ببینید که چقدر خوشحال. در مورد سودا هم بهت گفتم، تو هم خبر داشتی، همتون خبر داشتی. رعنا اینجاست کرم. اینقدر کوری که نمیبینی باهاش چی کار کردی؟ کرم راست میگه نزهت خانم. ما همه حقیقت رو میدونستیم، فقط نمیدونستم اون دختر همون سوداست. به هر حال خوشحالی کرم برام مهمه. متاسفم. بجنبین برگردین سر کارتون. نزهت
دختری که میخوای سر میز بیاریش الان به جای مادرش داره بهمون خدمت میکنه. کرم بذار کارشو بکنه. اون کارش این نیست که به ما خدمت کنه. پسرم یا بشین با هم حرف بزنیم. نظر اونا اصلا مهم نیست که بخوان قبول کنن یا نه. فقط خودمون مهمیم. آیندمون رو خودمون میسازیم. حالا دیگه متوجه شدی آقای کرم؟ آینده من به هیچ کدوم از آدمای اینجا هیچ ربطی نداره. نه به اونا نه به تو. بله کاملا حق با شماست. تا وقتی که من تو این عمارت باشم دختر خدمتکارتونم. هیچی هم نمیتونه این موضوع رو عوض کنه. آقای کرم باید بدونه اون چیزی که تو مونتنگرو بینمون گذشت فقط و فقط برای یه روز بود. واسه من دیگه گذشته و تموم شده. من فراموشش کرده بودم. دیگه هم هیچ وقت مطرح نمیشه. حالا هم اگه گستاخی کردم من از همتون معذرت میخوام. شهرسوار چرا بالا سرم وایسادی؟ نصحت خانم یه مسئله مهمه. میشه 2 دقیقه وقت بدید؟ نه شهرسوار نمیخوام چیزی بشنوم. مهمترین چیز الان اینه که بتونم با خانوادم بدون حضور بقیه صبحانه بخورم. فهمیدی؟ بله خانم.